زشت‌ترین زن دنیا. مردی تعریف میکرد که با 2 دوستش به جنگل‌های آمازون رفته بود و در آنجا گرفتار قبیله زنان وحشی شدند و آنها 2 دوستش را کشتند. وقتی از او پرسیدند چرا تو زنده ماندی، گفت زن‌های وحشی آمازون از هر یک از ما خواستند به عنوان آخرین خواسته و وصیت چیزی را از آنها بخواهیم تا برای هر یک از ما انجام بدهند. هر یک از دوستانم تقاضاهای خود را گفتند و آنان خواسته های 2 دوستم را انجام دادند و سپس آنها را کشتند. وقتی نوبت به من رسید بسیار وحشت زده و ترسیده بودم که ناگهان فکری به خاطرم رسید و به آنها گفتم آخرین خواسته من در زندگی این است که لطفاً زشت‌ترین شما مرا بکشد.